السلام علیکم و رحمت الله. برادران اهل اسلام، دوملان مجبورازی در اینجا قرار داره. بریم از صحبت دوملان را میگیریم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان انشاءالله گرامی قدر. الحمدلله امروز خدا اسمان تعالی فرصت داد در این روز مبارک، انشاءالله روز پر نور، پر فیض و پر برکات. الحمدلله. یعنی باباهامو حاکمانی که پیشتر از ما انشاءالله بودند، برای آبادی این وطن انشاءالله خدا خواهد همین حصه‌هاشون گذشته برفتن. من یکی خدا خواهد انشاءالله بای عبدالقادر فرزندشو انور جان خدا خواهد که یعنی برای آبادی کردن راهبر بودن همین ارچه ها را به این اینسیاتیو حاکم ناحیه رحیم توکل جان. الحمدلله گیم که قبل سال 10 سال پیش گیم که اینجا را من آباد کرده برفتن. الحمدلله من امروز ما خدا خواهد از این زیبایی این طبیعت بهره برده شدیم. اولا با این برادرها سلام جوشان آتشین میگیم. تشبوس کردن که همینجا یک شکلش بیاره. خدا خواهد من متخصصا را از قبچیغه آوردیم انشاءالله. خدا خواهد متخصصا مخصوص انشاءالله خدا خواهد برای خدمت همین یعنی شکل آوردن درادرای همین قشلاق هوشیار زمین خدا خواهد خدمت دارن. الله سبحانه و تعالی اولا از این انشاءالله برادرها خدا راضی باشد و انشاءالله از آن راهبرا، از آن کسانی که خدا خواهد این وطن برای آبادیش حصه میگذارند. من چنین من مسجد که رسیدیم خدا خواهد مسجد تاج محل الحمدلله همه تمامی روی دنیا انشاءالله خدا خواهد دستگیری دارن، چی مالی و چی جانی و چی زبانی خدا خواهد. البته ما از همه انشاءالله خدا کسانی که این وطن یک سنگم گذارند من بسیار میگیرم اگر عاد یک فصل خدا خواهد بهار شود بای بزرگ خوجه هر روز به خاطر یک سیلت رس این آبرو کردن ما خدا خواهد از چندین انشاءالله مصیبت ها آزاد کردن و سبب هوای خدا خواهد ایستاشید. هر ماه هر سالی که خدا خواهد باران می شود همه خلق شیار زمین بیانی گرم و جوشان همون انسان را در حقش دعا میکنن. این چنین کسانی که اینجا را آباد کردن الله سبحانه و تعالی البته گذشتگی باشن خدا خواهد طریق رحمت شایسته جنت قبرهاشون پرونی و زنده ها باشن در امراش در رزقاش در کسب و کاراش برکات عطا نماید. البته آرزوهای فرزنداشون بینن این حجای انشاءالله خدا خواهد کلون حجای عمره خدا خواهد ایلاش خدا یعنی چیکارش کنم میسر شه بگردانه. مقصد اساسی ما آبادی همین وطن، آبادی در همین وطن. عزیزان من مسافرایی که از همین هوشیار زمین هستین در مسافرت البته حصه گذارین خدا خواهد انشاءالله، چون که حضرها من میگن که چند قدر با ما رفتن امروز ما در خاطر و در دعا هستیم. شما هم حصه گذار باشین، دور نکشین خدا خواهد، چون که انشاءالله خدا دولت‌های بیشمار توتیاد، لیکن همه چی یک حصه باید که خدا خواهد گذاریم. تو میمیری میگد احسانت نمیرد زی تنگی های محشر دست بگیرد. ببینین ما میمیریم لیکن انشاءالله این چیزامون نمیمیرد خدا خواهد. آنانی که آباد کردن همیشه در قلب هر یک انشاءالله هوشیار زمین چی از پیر و چی از کلام همیشه خدا خواهد چی است مجسم. از شاعر میگد آنانی که پیشینگانی که کردن پسایگان میوه برداشتن و چنان کاشته شد بحری ما چند چیز ما بحری دیگران بیکاریم نیست و یا کردن ما خوردیم ما کنیم نسل آینده ما شما خرد و دای ما شما را بنی که به دعا یاد کند. این شد آخر این درجه عالی این مرتبه عالی همین است. همیشه شاد باشی، همیشه صحت باشی. عزیزان من مسافرایی که در سفر هستی خدا سفرهای با برار توتی صحت برده تو سلامت و یک کیسه های پر و یک روح های سرخ نزد خاندان نزد عائله نزد وطن عزیز برگشتن. اصلا همه این باعث آسایشتگی تینجی وطن عزیز